خب عزیزان، این به این شکل در اومد. یه دونه رو باز کنم تا ببینید. این به این شکل در اومد. حالا ما با قلاب میخوایم بریم رج بعدیمونو. یه دونه رو به این شکل از این حرف اولی در میاریم. به این ترتیب دونه به دونه نخمون رو در میاریم. به این شکل به این ترتیب از این حرفه به این شکل بافتمون رو انجام میدیم. به این ترتیب به این ترتیب این رجم میبافیم تا آخرش. این که آموزشش رو اون اولش رو دادم. اینم به این ترتیب به این شکل گندمی ها رو تا آخر میبافیم. به این شکل در میاد.